سلام، خوش اومدید به جایی که داستان‌های واقعی زندگی حقوقی مردم رو به اشتراک میذاریم. من وکیل دادگستری هستم و در هر ویدیو برای شما روایت‌هایی از تجربیات واقعی پرونده‌های حقوقی میگم. ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بریم و وارد ماجرای پرونده امروز بشیم. لیلا مادریه که تمام عمرشو صرف بچه‌هاش کرده. همیشه هم بهشون صداقت رو یاد داده و تلاش کردن رو. و خودش هم بسیار انسان صادقی بوده. توصیه‌اش همیشه به بچه‌هاش این بوده که هیچ وقت به دیگران اعتماد نکنید و فریبشون رو نخورید. چون جامعه پر از گرگه. و هر کس باید روی پای خودش وایسته. اما خب زندگی گاهی آدم رو غافلگیر میکنه. سال گذشته لیلا با یک آقای میانسالی به نام احمد آشنا میشه. احمد یه مرد خیلی خوش زبون و چرب زبون بوده که قیافه به نسبت خوبی هم داشته. به لیلا گفته میتونم برات با گرفتن وام از مردم سرمایه گذاری کنم و سود خوبی بهت بدم. اولش لیلا شک داشته. نمیتونسته اعتماد کنه و میخواسته بر سر همون توصیه‌ای که همیشه به بچه‌هاش میکرده بمونه. اما وقتی مشکلات مالیش بیشتر شده تصمیم گرفته که یک بار امتحان کنه و به احمد اعتماد کنه. این میشه که طلاهاشو میفروشه و یک مقدار پسندازی رو هم که داشته میذاره روش میده به احمد تا توی این راه سرمایه گذاری کنه براش. احمد خیلی خوب حرف میزده و لیلا رو قانع میکنه که اگه پول بیشتری جمع کنه و بده تا احمد سرمایه گذاری کنه درآمد خوبی به دست میاره. توی چند ماه اولی هم که لیلا طلاهاشو فروخته بوده و پسندازشو داده به احمد سود خوبی بهش میداده. اینه که لیلا قانع میشه و تلاش میکنه که از دوستا و آشنایان و خویشاوندان نزدیکش پول قرض کنه و بده به احمد تا درآمد خوبی به دست بیاره. یه چیزی حدود 1 میلیارد تومان پول رو لیلا جمع میکنه، قرض میکنه و به احمد میده برای اینکه سود خوبی بگیره. خب احمد هم ماشین خوبی سوار میشده، لباسای خیلی خوبی میپوشیده و به لیلا میگفته که تمام این دارایی من ناشی از همین کاریه که انجام میدم و سودیه که از پولها میگیرم و تو هم به همچین سودی میرسی. و لیلا امیدوار بوده به آینده خودش و بچه هاش. چند ماه میگذره و لیلا سود خیلی خوبی میگیره از احمد بابت پولهایی که بهش داده. اما یکهو دیگه از احمد هیچ خبری نمیشه. وقتی لیلا تماس میگیره باهاش موبایلش خاموشه. روزهای متمادی لیلا باهاش تماس میگیره اما موبایلش یک سره خاموشه. لیلا خیلی نگران میشه چون هیچ مدرکی از احمد نداره. نه قراردادی با هم دارن، نه هیچ سفته‌ای، نه هیچ چکی، نه هیچ سندی. هیچ چیزی وجود نداره که نشون دهنده این باشه که لیلا پولها رو به احمد داده و بابت چه چیزی به احمد داده. لیلا قضیه رو با خانواده‌اش در میون میذاره. همگی دنبال احمد میگردن. علی پسر لیلا بعد از کلی جستجو کردن بالاخره متوجه میشه که احمد با همین شیوه پول بسیاری از افراد دیگر رو هم با خودش برده و فرار کرده. وضعیت خیلی بحرانی شده. کسایی که از لیلا پول قرض کرده بودن
به خونهشون میریختن و میخواستن که پولشون رو پس بگیرن. فشار زندگی روی خانواده لیلا خیلی زیاد شده بود. علی و خواهرش نمیدونستن چی کار کنن. سردرگم و مضطرب بودن. لیلا از بچه‌هاش میخواست که کنارش باشن توی این مسیر و میگفت من فریب خوردم و حالا همه پولشون رو میخوان از من پس بگیرن. شما باید کمکم کنی. علی میگفت فکر میکنم مادرم با احمد رابطه داشته. در غیر این صورت مگه میشه فریب بخوره؟ به هر حال علی و خواهرش تصمیم گرفتن که باید حق مادرشون رو بگیرن. اونا چند نفر شاهد داشتن که میتونستن تایید کنن پولا رو لیلا به احمد داده و خب این کمک خیلی بزرگی براشون محسوب میشد. توی این شرایط سخت علی دنبال یک وکیل برای پرونده مادرش میگشت و از دوستان و آشنایانش خواسته بود که اگر شخصی رو میشناسن بهش معرفی کنن، چون احساس میکردن که به کمک احتیاج دارن. اگر شما با همچین مشکلی مواجه شدین، توصیه میکنم که حتما به وکیل مراجعه کنید. حتما یه راهی وجود داره. و توصیه دیگه من اینه که توی هر سرمایه گذاری که میکنید به هر نحوی که هست حتما مدرک کتبی و مستندات قانونی رو از طرف مقابلتون بگیرید. اگه به یکی پول میدید یه قرارداد بنویسین، سفته‌ای بگیرید، چکی بگیرید که نشون دهنده رابطه مالی بین شما باشه و جزئیات رو به طور دقیق ثبت کنید. این خیلی کمک کننده است برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی و میتونین اگر اتفاقی افتاد از حق خودتون دفاع کنین و اقدامات لازم قانونی رو انجام بدین. علی از من خواست تا این داستان رو تعریف کنم و خواستش که شما هم به هر نحوی که میتونید نظر بدید و حمایت کنید در نظرهاتون ازشون و این براشون خیلی ارزشمنده و این امید میده که بتونن از این بحران عبور کنن و حق خودشونو بگیرن.